به نام خدا، نام ما باز محمد است. مبارز تخلص میکنم از افغانستان هستم. رشته MMA است. Baz Mohammed is one of Afghanistan's brightest mixed martial arts stars, in a country far removed from the glitz and glamour of America's UFC series. The fighter, who is also known as the Eagle, says he made his move away from traditional Afghan wrestling to mixed martial arts after he discovered UFC on Afghan TV. ما چون سابق پالوانی میکردم دمو شهر پلخمری پالوانی میکردم. رشته پالوانی در مسابقات محلی زیاد اشتراک میکنم. ورزش MMA چون یک ورزش میکس است و دیگه جنگ است. خود ورزش MMA جنگ است. کلا پالوانی که داشتیم میرفتیم بدون از اینکه از این قانون و از تمریناش آگاهی داشته باشیم میرفتم کدام گادر خود محمد کدازی زیاد جنگ میکنیم داخل کلاب که دیگر زیاد میزدیم. The Afghan wrestler had his last bout in India, where the Eagle took on Egyptian kickboxing specialist Haytham Tantawi, which Baz best describes in his own words. دیگه این مسابقه آخر ما زیاد گفتی بودم بسیار زیاد زدم. ما بیخی چهرهش تغییر دادم. همین چشمشام فوندید، لبشام پاره شد، بدن و بینیشام شما تصویر ببینید بیخی زیاد زدمش. در زیر زیاد ولبو زدمش. دیگه داخل همین چک 4 آکن زدمش. نکاوتش کردم دراز افتید تذکره را آوردن در تذکره کشیدمش. And the referee While Baz Mohammed talks tough about fighting, he is also passionate in battling for his country's youth, which he sees as a vehicle for change in Afghanistan. جوانای افغانستان بسیار از شجاعت خوب برخوردار هستند، از قدرت فیزیک خوب برخوردار هستند و یا اکثرتش در ورزش‌هایی که خشن هستند نتیجه خوب دادن و از اولایات که جوانا که ما تماس میگیرن زیاد علاقه‌مند هستند. میگن که ما بسیار زیاد خوش داریم که MMA کار کنیم. While MMA is still in its infancy in a country savaged by violence outside the ring, the Afghan champ feels that battling inside the ring could bring about change. و افغانستان جوانایی دارن که میتونن در این رویدادها برزمن و افتخار آفرین باشن برای خودشان، برای وطنشان. و به هیچ وجه خوش ندارم در سیاست دست بکنم و دست کار سیاستمداران مداخله بکنم. چیزی که وظیفه‌م است، وظیفه من نیست که ما ورزش بکنم. اونا جنگ نمیخوان و طرفدار جنگ هم نیستن. For the NATO channel in Kabul, this is Joe Sheffer.